به نام خداوند جان و خرد. رادیو مهر تقدیم می کند برنامه‌ای که در آن میشنوید صدای بارش باران بهار و احساس میکنید بوی نمی خاک را. کاشانه مهر. کاشانه مهر، جایی که در آن روح تازه می شود و زندگی با همین فراز و نشیبش جریان دارد. همراه ما باشید تا بر روی زندگی لبخند بزنیم. کاشانه‌تان پرمهر. سلام و درود همدیاران گرامی، سیده عبدالله زاده هستم از رادیو مهر. همراه شما خواهم بود با برنامه کاشانه مهر. اما دوستان، امروز آمدم تا یک سوال بپرسم. لطفاً توجه کنید قبل از آن که سوال را بشنوید. چند لحظه به دوام سخنان من گوش کنید. باغبان در اصل کارش تخمی و مراقبت از آن تا زمانی نتیجه و ثمره دادن آن است. اما یک باغبانی که در کارش مهارت کافی دارد، کار خود را با توجه کردن به مسائل آسان می کند. مثلا خاک را می سنجد، می بیند که آیا نور کافی به تخمش خواهد رسید یا نه؟ باد و هوای منطقه مناسب تخمه مورد نظرش هست یا نه؟ آبی کافی به گیاه می رسد؟ و خیلی مسائل دیگر که باغبانها می دانند. اما نکته جالب این است که برای رشد یک تخمه اینقدر تلاش و آمادگی لازم است. سوال من اینجاست که به نظر شما این میوه های زندگانی، این نوگلان و خوشروی و خوشبوی، این امانت های الهی ارزش ندارد که درباره رشد و تربیتشان کمی بیشتر تحقیق کنیم و بدانیم؟ به نظر شما کار تربیتی فرزند از چه زمانی آغاز می شود؟ به نظر می رسد که ما والدین کمتر به این پرسش ها و پاسخ های آن پرداخته ایم. هیچ وقت دیر نیست اگر تصمیم به آغاز کنیم.